شرکت توسعه گردشگری کادوس برگزار کننده رویدادها، جشنواره‌ها و کنسرت‌های ملی و بین‌المللی. جمع مصطفایی که به نام شب شیراز نامگذاری شده. مهمانان عزیزی که از کشور تاجیکستان هم در خدمتشون هستیم، بسیار خوش آمدید. شرکت توسعه گردشگری کادوس جناب آقای سعید مجردی رو تشریف بفرمایید. سعید مجردی بهتره کنید اینجا رو براش. مجردی به عنوان دبیر میز ملی گردشگری شهری برگزیده شدند در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور. مجموعه را که تدارک شده شرکت کادوس انجام داد. افتخاری می‌داشتم که در کنار مهندس سعید مجردی عزیز و از تجربیات گرانقدرشون استفاده کردیم. از شرکت گردشگری کادوس که پیشینه خیلی خوبی در حوزه گردشگری دارن تشکر میکنیم. همایش امروز که برگزار شد توسط شرکت کادوس که با تشکر کرد از آقای مهندس مجردی، مجموعه کادوس و همه عزیزانی که
دستن در کار هستند. سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم. مجموعه کادوس بسیار همراهی خوب و عالی داشتن. شرکت کادوس واقعا سنگ تمام گذاشت و ممنوندار هستیم به خاطر این برنامه قشنگی که انجام شد. جا داره از فعالیت بی‌شائبه دوستان عزیزم در شرکت کادوس، به ویژه برادر خوبم جناب آقای مجردی به عنوان مدیر عامل این شرکت سعیمان تقدیر تشکر کنم. در بحث خدمات واقعا همه چی مرتب، منظم، بسیار بسیار خوب و جای تشکر بسیار داره. سمینارها، همایش‌ها، ایونت‌های از 100 نفر تا 10,000 نفر در سالن‌های مختلف در ایران و حتی در خارج از کشور. برنامه بسیار درخوری برگزار شد با حضور سفرا و وزرای مختلفی که حضور داشتن تو جلسه. کادوس الحمدلله تو این زمینه فوق‌العاده خوب عمل میکنه، کارنامه خوب و درخشانی داره. انشالله که به عنوان همراه همیشگی کنفرانس‌های انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران داشته باشیمش. شرکت توسعه گردشگری کادوس مجموعه نوآوریه که با اساتید و کارشناسانی که دور هم جمع کرده مشاوره‌های نوین در زیرساخت صنعت گردشگری به تمامی کسانی که در این صنعت میخوان سرمایه‌گذاری کنن میده. تجربه، دانش، کیفیت و مشاوره امین مهمترین مسئله‌ای که در گروه کادوس هستش و امیدوارم که تمام افراد، سازمان‌ها، مؤسسه‌هایی که در گردشگری سرمایه‌گذاری میکنن ما بتونیم در کنارشون باشیم.